میگن خانمی که مستقله دیگه لوند نیست، میگن مردونه شده، زبونش تنده، ناز نمیفهمه. ولی کسی نمیپرسه چرا اینطوری شده. کسی نمیپرسه چند بار زمین خورده و خودش تنهایی بلند شده، چند بار بغضش رو قورت داده تا کسی فکر نکنه ضعیفه. استقلال زنها انتخاب نیست، گاهی یک اجباره. یه زن وقتی میبینه قرار خودش رو نجات بده، بلند میشه، قوی میشه، حسابگر میشه. نه که دلش نخواد ناز کنه، فقط یاد گرفته اگه بخواد به جایی برسه باید اول محکم وایسته. اینجور زنها توی ناز بزرگ نشدن، وسط قضاوت‌ها و بی‌پناهی قوی شدن. پس به جای اینکه بگید مردونه شده، یه بار از خودتون بپرسید چی به سر این زن میاد که دیگه جرأت نمیکنه لوند باشه. و شاید یه روز این زن قوی فقط دلش بخواد یکی باشه که بهش بگه تو دیگه مجبور نیستی همه چیز رو تنهایی بکشی، من هستم.